دوستان عزیز، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. در این برنامه یوتیوبی میخوایم در رابطه با رئوویروس ها با هم صحبت کنیم. همونطوری که شما میدونید رئوویروس ها در پرورش مرغ گوشتی مشکلاتی رو مانند فلجی ها و عدم جذب مواد غذایی به وجود میارن که فلجی و کاهش جذب مواد غذایی باعث خسارات سنگین اقتصادی به شما دوستان و مرغداران محترم میشه. به همین علت ما در این برنامه یک شناخت اولیه از نحوه تشخیص بیماری با هم انجام میدیم و راه‌های پیشگیری و ضدعفونی رو خدمتتون عرض خواهیم. ببینید، رئوویروس از هر دو راه عمودی و افقی انتقال پیدا میکنه. ما برای تشخیص رئوویروس ها 4 رکن تشخیص رو باید داشته باشیم. دقیقاً مثل همه بیماری هایی که ما در پرندگان و مرغ‌های گوشتی به اون دچار میشیم. رکن اول اخذ تاریخچه است که در اخذ تاریخچه بیماری لنگش هایی که بعد از هفته 4 پرورش و به موازات افزایش وزن پیدا میشه باید به بروز آرتریت رئوویروسی مشکوک بشیم. چنانچه موارد لنگش با رشد ضعیف برخی از جوجه ها یا پرندگان که در نهایت به عدم یک نواختی وزن گله و عقب ماندن میانگین وزنی منتهی میشه، شک حضور آرتریت رئوویروسی رو تقویت میکنه. دوستان، رکن دوم نشانه‌های بالینیه. نشانه‌های لنگش حتی در مواردی که با منشأ مادری به وجود اومده باشه احتمال کمی داره که ما در سن زودتر از 4 یا 5 هفتگی این پرندگان رو مبتلا ببینیم. در عفونت‌های حاد، رشد ضعیف و عقب ماندن از گله و در عفونت‌های مزمن لنگش بیشتر مشاهده میشه. دوستان ببینید، اگر بیماری در مفاصل پیشرفت بکنه پرنده توانایی حرکت رو از دست میده و در نزدیکی آبخوری ها در حالی که به یک طرف افتاده زمینگیر میشه و تلف میشه. این یک طرف افتادن رو شما دوستان مرغدار در خیلی از سالن ها باش مواجه میشید. میزان ابتلا دوستان در گله بالایه و تا 100% حتی امکان داره این آمار برسه، اما غالباً بین 5 تا 50% گله به این بیماری ویروسی مبتلا میشن و میزان تلفاتمون بین 2 تا 10% خواهد بود. اما مشکلی که دوستان به وجود میاره اینه که ضریب تبدیلمون بسیار نامناسب میشه و ضبط لاشه‌های کشتارگاهی بالا از دیگر عواقب این بیماری در سالن‌های پرورش خواهد. دوستان، رکن سوم تغییرات آسیب شناسیه یا همون جراحات کالبدگشایی و در کنارش هم ضایعات ریزبینی یا آزمایشگاهی. عزیزان، اولین جراحات رو میشه در پرندگان زنده، در مرغ‌ها، با لمس ناحیه بالای مفصل خرگوشی تشخیص داد. حتی میشه با برداشتن پرهای اون ناحیه تورم رو ما با چشممون مشاهده کنیم. اصولاً دوستان این مفصل که درگیر میشه شما اگر تو دستتون بگیرید گرما رو احساس میکنید و اگر این بیماری پیشرفته تر بشه پوست و بافت‌های اطراف رو به علت پارگی رگ‌های خونی میتونیم به رنگ سبز مایل به کبود مشاهده کنیم. عزیزان، ساق پا هم قطورتر میشه، بالشتک کف پا و مفصل خرگوشی هم احتمال تورم رو خواهد داشت و در مفصل خرگوشی مایع کاهی رنگ یا اکسودای خونی هم امکان داره ما مشاهده کنیم. البته دوستان مشاهده اکسودای چرکی مثل عفونت با مایکوپلاسما هم دیده میشه که اینجا میشه اون نقطه‌ای که ما امکان داره این بیماری رو با مایکوپلاسما سینوویه اشتباه بگیریم. ضایعات ریزبینی هم دوستان با اون چی که در عفونت‌های تجربی دیده میشه یکسانه، یعنی 7 تا 15 روز بعد از درگیری
ادم، نکروز انعقادی، تجمع هتروفیل ها و تورم و جمع شدن مایع در اطراف رگ ها مشاهده میشه. و چون دوستان ضایعات ریزبینی مربوط به بحث های داخل آزمایشگاه هست و تقریباً بحث های تخصصی هست و شاید کاربردی برای شما دوستان پرورش دهنده نباشه، ما در این قسمت ازش گذر میکنیم و عبور میکنیم از این موضوع. و اما رکن چهارم، تفسیر داده های آزمایشگاهی. دوستان ببینید، رئوویروس ها در محیط های کشت آزمایشگاهی به آسانی رشد پیدا میکنن. این موضوع رو همکاران و دوستان آزمایشگاه میدونن که رئوویروس ها کشتش خیلی راحت هست و همچنین رئوویروس ها ماهیت همه جایی دارن. یعنی ما میتونیم از دستگاه گوارش و روده ها گرفته تا مفاصل و حتی از دستگاه تنفس هم ما رئوویروس ها رو جدا کنیم. در تست های آزمایشگاهی دوستان PCR یکی از روش هاییه که ما میتونیم به راحتی هویت ویروس رو با اون مشخص کنیم. خب دوستان، تا اینجا که ما بحث تشخیصی رو با شما به اشتراک گذاشتیم، راه‌های پیشگیری از درگیر شدن گله با رئوویروس ها رو هم به صورت مختصر خدمتتون عرض می‌کنم. رئوویروس ها مقاومت زیادی نسبت به عوامل فیزیکی و شیمیایی دارند. یعنی ما چه ضدعفونی‌های شیمیایی چه ضدعفونی‌های فیزیکی رو استفاده کنیم، مقاومت زیادی دارن و در بسیاری از موارد دوستان ضدعفونی‌ها قادر به از بین بردن ویروس نیستن. من فقط یه مثال خدمتتون عرض کنم که رئوویروس ها میتونن تا 10 هفته در آب آشامیدنی که در اون مجموعه وجود داشته باشه به زندگی خودشون ادامه بدن. دوستان، همونطوری که من در ابتدای این ویدیو خدمتتون عرض کردم، رئوویروس ها از هر دو مسیر افقی و عمودی انتقال پیدا میکنن. منظور از جوجه به جوجه و از مادر به جوجه یک روزه. اما انتقال مکانیکی هم یکی از راه‌های مهم انتشار این ویروسه. اینجای دوستان که بحث شستشو ضدعفونی و امنیت زیستی گله اهمیت بالایی پیدا میکنه. در موضوع ضدعفونی ما از ترکیبات یوددار اگه استفاده کنیم خیلی کمک میکنه به کنترل ویروس. از شعله افکنی هم دوستان در سالن‌هایی که ما درگیر این بیماری میشیم، از شعله افکنی کف و دیواره ها و محوطه هم فراموش نکنید. دوستان، در مجموع واکسیناسیون، مدیریت درست و خوب و روش‌های صحیح شستشو و ضدعفونی کمک زیادی رو به درگیر نشدن گله به این بیماری میکنه. باید گله های مادر ایمنی بالایی داشته باشند تا انتقال عمودی ویروس به جوجه های یک روزه رو به حداقل ممکن کاهش بدن و ثانیاً از عفونت پس از خارج شدن جوجه از تخم و تکثیر ویروس در دستگاه گوارش که میتونه در راهیابی ویروس به مفاصل و ایجاد آرتریت منجر بشه ممانعت بکنن. عزیزان ببینید، در گله های مادر حدود سن 12 هفتگی تزریق واکسن کشته رو انجام میدن. البته در بعضی از برنامه ها هم واکسن زنده رو قبل از اینکه واکسن کشته رو تزریق کنن استفاده میکنن که این بستگی داره به اون برنامه‌ای که در گله مادر نسبت به همه بیماری ها واکسیناسیونش انجام میشه. عزیزان مرغدار، این نکته‌ای که میخوام بگم خدمتتون اهمیتش خیلی بالاست. ببینید، اگر برنامه واکسیناسیون گله مادر به درستی طراحی و اجرا نشه، امکان انتقال عمودی ویروس به جوجه های یک روزه شما افزایش پیدا میکنه و این انتقال عمودی گله شما رو درگیر میکنه. دوره بعد که شما جوجه ریزی انجام میدید، اگر مرغ مادر و جوجه شما کیفیت بالایی داشته باشه، اما چون این ویروس در سالن شما اومده ورود پیدا کرده و در مقابل ضدعفونی ها، حالا چه شیمیایی چه فیزیکی، مقاومت بالایی داره، امکان داره در دوره‌های متوالی هم ما با این مشکل مواجه بشیم. این نکته برمیگرده به اون بحث کیفیت جوجه یک روزه. زمانی که شما میخواید جوجه رو انتخاب کنید و جوجه ریزی رو انجام بدید، حتما باید به کیفیت مرغ مادر
و جوجه یک روزه توجه کافی داشته باشید. عزیزان ببینید، چون موضوع بحث ویروسی هست، درمان خاصی رو حالا در کتب مقالات علمی براش پیشنهاد نشده. البته میتونیم از داروهایی که مقداری تبر باشه، داروهایی که ضد التهاب باشه و در بعضی مواقع هم بعضی از آنتیبیوتیک ها توصیه شده، اما پاسخ مناسبی رو از درمان ما نگرفتیم. خب دوستان، امیدوارم این مطلب براتون مفید واقع شده باشه. حتما زنگوله رو بزنید، سابسکرایب کنید تا از دیگر مطالب علمی ما جا نمونید. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. مات آرامش پرورش.